خب بست اتصالم اینجا میزنم روی اون زنجیره جلویی به این صورت. حالا یک دور بست میزنم. ببینین پای کوتاه نمیزنم که لبه کار خیلی بالا بگیره. به این شکل توی هم ردیفی که بافت رو داشتم انجام میدادم همونجا میام این قسمت های دونه ها رو به ترتیب ردیف هم دیگه به صورت بست میگیرم که کناره های این دیوارمون کناره هاش به صورت اوریبو خوب درآد. یه دور پشت کارمون یا دور کار عقب این صندلمون بافت زنجیره میزنیم که منظم‌تر و بهتر باشه. باز این اختیاری. ببینید کنار کار خیلی صاف و خوب در آمد. خب این قسمت رو میبافم تا برسم به لبه رویه. بعد میخوام اون بافت زنجیره لبه کار رو مخفی کنم. البته این کار سلیقه‌ایه، میتونید همینجا سر نخ رو پنهان کنید و دیگه بافت رو ادامه ندید. خب به این قسمت که رسیدیم حالا من میام طول اون قسمت رویه رو اینو اندازه میگیرم. نخمو یه مقدار بلند میکنم. طول این قسمت رو اندازه میگیرم. تقریبا 2.5 برابر تا 3 برابر براش در نظر میگیرم و اونو میبرم. برای اینکه بافت لبه کارمون مخفی بشه و همینطور قسمت همون لبه مقدار استحکام بیشتری داشته باشه میایم نخمون رو به صورت مارپیچ دور این لبه میچرخونیم. میدونیم بافت معکوس هم استفاده بکنید. اون تا بافت معکوس مقدار شاید مشکل باشه. به این صورت میتونید توی هر زنجیره رد بکنید. میتونید یکی در میون یا 2 در میون بسته به سلیقه خودتونه. نخ رو دور کارمون میکشیم. یه مقدارم بکشیدش که اون لبه کار صاف و مرتب و محکم باشه. خب من اینجا یکی در میون این نخ رو به صورت مارپیچ از روی کارم رد میکنم. خیلی نکشین که جمع کنه ولی خیلی شلم نباشه که چین بیفته لبه کارتون.
خب از یه دونه زنجیره از لبه همین زیر جلوتری نخ رو رد میکنم. حالا باید نخ رو مخفی کنیم و سرمون رو بزنیم. خب به این حالت ببینید روی صندلمون شکل خودش رو پیدا کرد. حالا از زیر این دونه ها طوری رد میکنم که خیلی دیده نشه. در راستای این بافتا رد بکنید که عمود نشه، این بافتا رو ببره بعد شما دیده بشه اون نخ اضافی که داری. تو راستای بافتایی که کنارمون هست، کنار کارمون هست، من اینجا میکشم بیرون. 2-3 تا محل ببرین، اینو نخ رو ببرین که فاصله بگیره از ابتدای مقدار طولش بیشتر بشه. خب اضافیشو میچینیم و با فندک این سرش رو میسوزونیم بچسبه به کارم. خب هر کجا دیدید که نختون پوش شده و شکل خوبی نداره میتونید با فندک اون قسمت ها رو، اون پوش شدگی ها رو بسوزونید. خب اینم از بافت صندلمون. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید.